خداوند ذوالجلال از بالای 7 آسمان با پیامبرش نوح علیه السلام که در کشتی که روی موجهای آب می رفت این دعا را تعلیم داد. خداوند به نوح علیه السلام گفت بگو وقل رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین، یعنی و بگو ای پروردگار من مرا در منزل مبارک فرود آر و تو بهترینی فرود آرندگانی. این دعا مباشر از جانب خداوند برای نوح علیه السلام و برای تمام بشریتی است که بعد نوح علیه السلام می آیند تا آنها دعا کنند و از خداوند منزلی با برکت را طلب کنند. برکت یکی از بزرگترین نعمتهای خداوند است. یکی از بزرگترین رزقی است که هرگاه در چیزی فرود آید آن را سرسبز و خرم می گرداند. آن چیز زیاد شده دارای فیض و برکت می گردد. از این سبب این دعای خوب را نیز همیشه تکرار کنید. اللهم اجعلنی مبارکا اینما کنت، یعنی خداوندا هر جا که باشم مرا با برکت بگردان. این دعای زیبا و بزرگ را نیز اللهم انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین، یعنی ای پروردگار من مرا در منزل مبارک فرود آر و تو بهترینی فرود آرندگانی. چقدر خانه های بزرگ و با حشمتی است که از سبب نبودن برکت تاریک و دهشتوار می نماید و چقدر خانه های خرد و کوچکی است که با داشتن برکت در آن آرامش و رحمت است. هر کی خانه‌دار باشد این دعا را بسیارتر بگوید تا خداوند در آن خانه برکت را فرود آرد. و هر جوانی که نو پا به زندگی مستقلانه می نهد این دعا را باید بسیارتر بخواند تا خداوند در آینده برایش خانه با برکتی نصیب کند. برکت در خانه این زنی صالحه است. هرگاه خداوند در خانه ات برکت انداخت به تو زنی صالحه ای را نصیب می کند. با مجردی در آمدن به خانه شاد می شوی. چهره درخشان و خندانی به پیشوازت می براید. هرگاه خداوند در خانه ات برکت آرد فرزندانت را با برکت می گرداند. این چنین هرگاه به جای قصد سفر می کنی تو نمی دانی که آنجا چی در انتظار تو است و آن دولت یک دولتی بیگانه برای توست. این دعا را بسیارتر بخوان. رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین. هرگاه در وظیفه باشی این دعا را بخوان. رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین، تا که در آن وظیفت برکت باشد و آن وظیفه بر دوام و ثمرناک گردد. این دعا را بخوان و نتیجه را به خداوند کارساز و حکیم بسپار، زیرا اوست که تو را رزق می دهد و می داند که چی چیز برای تو خیر است. پیامبر صلی الله علیه وسلم می گوید دعا این عبادت است. برکت لشکری از لشکران الله است. به هر چیزی که فرود آید آن را زیاد و با برکت می گرداند. از این سبب خداوند این دعا را با پیامبرش نوح علیه السلام در مشکل ترین حالتی که کره زمین قرار داشت تعلیم داد و ما نیز به این دعا خیلی محتاجیم. برادران و خواهران عزیز، این دعاها را نویسید، آنها را حفظ کنید و همیشه آنها را تکرار کنید. خیلی دعاهای آسان است. رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین. اللهم اجعلنی مبارکا اینما کنت.